یه شخصی میره سراغ یه عارف خیلی بزرگی، بهش میگه راز خلقت چیه، راز جهان هستی چیه، اینا باید بهم بگی. این گیر داده بوده، ولکنم نبوده. عارف یه جعبه میاره، یه موش میذاره داخلش، به طرف میگه اینا میبری فلانجا تحویل میدی، ولی حق نداری در جعبه را باز کنی. خلاصه وسط را وسوسه میشه، میگه این هرچی هست داخل همین جعبه. در جعبه را باز میکنه، میبینه یه موشه. موش هم در میاد میره به عارفه میگه من حقیقت وسط را وسوسه شدم، در جعبه را باز کردم. عارفه بهش گفت تو راز یک موش رو نتونستی نگه داری، راز جهان هستی، راز خلقت رو چجور میخواستی نگه داری؟ حالا حکایت بعض از رفیق، رفاقت به هم خورده، شرافت که به هم نخورده. رفاقت خنده داره، گریه داره، خوب داخلش هست، بد هست. اون راز رفاقت رو باید نگه داری. بعضی ها رو باید بهشون بگی شما راز یک رفاقت رو نتونستین نگه دارین، چجور میخواین زندگی کنین؟